سلام، امروز میخوام در مورد استفاده از قرص ماسک ها براتون توضیح بدم. بیشتر نکات در کپشن نوشته شده، حتما بخونید. ماسک فشرده شبیه یک قرصه و در واقع نوعی پارچه ابریشمی داره که فشرده شده و به شکل یک قرص در اومده. این قرص ها رو هم میتونید در روتین خونگی و هم در حین کار ازشون استفاده کنید. نحوه کار به این شکله. وقتی در یه مایع بذارید به ماسک صورت تبدیل میشه که با قالب هر صورتی قابل انطباقه. حالا این مایع میتونه تونر باشه، گلاب باشه که خاصیت آبرسانی و ضد التهابی داره، یا انواع سرم ها با توجه به نیاز پوستتون و مواد آغشته شده جذب پوست میشه. حتی میتونید برای زیرساخت ماسک های گچی ازشون استفاده کنید. همونطور که میبینید تقریبا به شکل شیت ماسک در میاد که روی صورت قرار میگیره. میتونید از انواع ماساژورهای دستی هم استفاده کنید. امیدوارم مطالب مفید باشه.